کانال رنج تا گنج بارها با افتخار دعوتتون میکنه به شنیدن خلاصه رمان زیبای عاشقانه سرو روسری سرخ من، نوشته یکی از بهترین نویسندگان روسی قرقیزی چنگیز آیتماتوف و ترجمه شیوا و دلنشین شاعر و نویسنده افغانستان جناب حضرت وحریز. قسمت اول. هنگامی که روزنامه نگار بودم بارها اتفاق می افتاد و تیانشان بروم. یک روز بهاری که در مرکز ولایت در نارین بودم، دفتر مرکزی فوری مرا فرا خواند. تصادفی اتوبوس چند دقیقه زودتر از رسیدنم رفته بود. اتوبوس بعدی 5 ساعت بعد می رسید. چاره نداشتم جز اینکه تلاش کنم موتور هم مسیر پیدا کنم. با همین منظور به جاده‌ای که در حومه شهرک بود رفتم. در پیچ جاده کنار ایستگاه سوختگیری موتور باربری ایستاده بود. راننده که به تازگی سوخت گرفته بود تانکی موتور را می‌بست. بر روی شیشه پنجره موتور SU نوشته شده بود که نشان میداد موتور در مسیر بین المللی کار میکند. از چین آمده بود و به ریباچیه میرفت، جایی که پایگاه انتقالات خارجی بود و از آنجا به راحتی میشد خود را به فرونزه رساند. خوشحال شدم و از راننده پرسیدم کی حرکت میکنید؟ لطف کنید مرا هم تا ریباچیه ببرید. سر برگرداند. از زیر چشم و از بالای شانه‌اش نگاهی به من کرد و در حالی که خود را راست میکرد به آرامی گفت نه بیادر، نمیتوانم. بیادری کنید خواهش میکنم، کار فوری دارم. مرا به فرونزه خواستند. باز هم با پیشانی ترش به من نگاه کرد. میفهمم بیادر، ناراحت نشو، هیچ کس را نمیبرم. متعجب شده بودم. موترش خالی بود. چه تفاوتی میکرد اگر مرا میبرد؟ ما روزنامه نگار هستم، کار خیلی فوری دارم، هرچه بگویید میپردازم. با درشتی پاسخ داد پول مثلا نیست بیادر، کدام روز دیگه میبود رایگان میبردم، اما امروز نمیتوانم. ناراحت نشوید، به زودی موترهای دیگه هم میآیند. از هر کدام بخواهید شما را میبرد، اما من نمیتوانم. در حالی که اینها را میگفت تایر موترش را با خشونت با نوک موزه‌هایش میزد. من که خیلی شگفت زده شده بودم شانه بالا انداختم و با کارمند ایستگاه سوختگیری که پیرزن روسی بود نگاهی کردم. پیرزن تمام ماجرا را از پشت دریچه غرفه‌اش تماشا کرده بود. سر تکان داد. گویا میخواست بگوید بهتر است او را به حالش بگذارید. عجیب بود. راننده پشت فرمان نشست، پاپیروس روشن نشده را میان لبهایش گذاشت و موتور را روشن کرد. هنوز جوان بود. 30 سال داشت. قامتش بلند و کمی خمیده بود. دستهای بزرگ و چالاکش را که فرمان را محکم گرفته بودند و چشمهایش را با آن مژه‌های خسته به خاطر سپردم. موتور حرکت کرد و از نظر پنهان شد. کارمند سوختگیری از غرفش بیرون شد. معلوم بود میخواست آرامم کند. پسرک نگران است. قصه درازی دارد. زمانی اینجا زندگی میکرد. در همین نزدیکی پایگاه. سخنان کارمند سوختگیری را تا آخر شنیده نتوانستم. موتور هم مسیرم پابیدا رسید. اندکی بعد به موتور باربری رسیدم. نزدیکی های دره دالان بود. با سرعت زیادی میراند، چنان سرعتی حتی برای راننده هایی که همه روزه به تیانشان رفت آمد میکردند مجاز نبود. بدون اینکه از سرعتش بکاهد غرش کنان به سوی صخره ها پیش میرفت. گویا در آسمان پرواز میکرد. در نشیب ها غوطه میزد و بعد سر بلند میکرد.
موتر پابیدا بالاخره کار خود را کرد. به باربری رسیدیم و از آن جلو زدیم. سر برگرداندم و او را پشت فرمان موترش دیدم. چه آدم نومیدی! با این سرعت گلوله‌وار کجا می رود؟ در این هنگام بود که طبق معمول در این کتل باران همراه با رعد و برق آغاز شد. از ورای دانه‌های ریز ریز باران که گاه عمودی و گاه زاویه دار بر شیشه پنجره موتر باربری می‌بارید، سیمای منقبضی را دیدم که پاپیروس را لای دندانهایش به هم می‌فشرد. در حالی که موتر را بدون کاهش سرعت می‌چرخاند، دستانش با مهارت و سرعت بر فرمان می‌دویدند. او تنها بود. بزودی پس از برگشت از نارین مرا به جنوب قرقیزستان به ولایت آش فرستادند. ما روزنامه‌نگاران مثل همیشه وقت کم می‌آوریم. آن روز درست هنگام حرکت قطار به ایستگاه رسیدم. خود را به پایدان واگنی رساندم و سرانجام کوپه‌ام را یافتم. بدون دیدن مسافری که پشت به من و رو به پنجره نشسته بود نشستم. او هم به سوی من رو برنگرداند، حتی هنگامی که قطار سرعت گرفته بود. از رادیو صدای موسیقی بلند بود. ملودی آشنایی را می نواختند. ترانه قرقیزی که همیشه سوار تنهایی را به نظرم می آورد که شامگاه در دشتی بر اسبش روان بود. خورشید از افق دوردست دشت آخرین پرتو افشانیش را می کرد. رنگش از زرد به نارنجی و سرانجام به سرخ تبدیل می شد و برف بر کوه‌ها مثل همین حالا با پذیرایی از آخرین پرتو خورشید گلابی می شد و فوری به تیرگی می گرایید. ملودی آرام به گونه حیران کننده‌ای با ریتم قطار در حال حرکت می آمیخت. با جای تک و توک سم اسب‌ها این عرابه‌های آهنی بودند که روی خط صدا می کردند. همسفرم کنار میز نشسته بود و صورتش را با دست پوشانده بود. به نظرم رسید که او هم در سکوت ترانه سوارکار تنها را همراهی می کند. معلوم نبود اندوهگین بود یا غرق آرزوهایش، اما در چهرهش غصه‌ای به چشم می خورد. مثل شعله‌های دردی که هنوز به خاموشی نگراییده است. چنان غرق خود بود که متوجه حضور من نمی شد. تلاش کردم سیمایش را ورانداز کنم. کجا این آدم را دیده بودم؟ حتی دستانش نیز آشنا بودند. دستان گندمگون با انگشتان دراز و سخت. زود یادم آمد او همان راننده‌ای بود که مرا در موترش نگذاشت. از اینکه او را شناخته بودم شادمان شدم. بخشی از راه در سکوت گذشت. هر کس به فکر خودش بود. پشت پنجره داشت تاریک می شد. همسفرم تصمیم داشت سیگرت بکشد. پاپیروسی را بیرون کرد و پیش از آنکه گوگرد را روشن کند آه پر سر و صدایی کشید. بعد پاپیروس را بلند کرد. با حیرت بر من خیره ماند و فوری سرخ شد. مرا شناخته بود. مقصرانه لبخند زد و گفت سلام بیادر. با او دست دادم. راه دوری در پیش دارید؟ بله، دور. دود را از سینه بیرون داد، سکوتی کرد و ادامه داد. پامیر می روم. پامیر؟ پس با هم همسفریم. ما به آش می روم، شما به تعطیلات می روید یا جای کارتان عوض شده؟ بله، مثل این است که سیگرت می کشید؟ ما با هم دود می کردیم و ساکت بودیم. به نظر می رسید دیگر حرفی برای گفتن نمانده بود. همسفرم دوباره به فکر فرو رفت. با سر خمیده گوشه‌ای نشسته بود و با ریتم قطار تکان می خورد. به نظرم رسید از روزی که او را دیده بودم زیاد تغییر کرده بود. سیمایش لاغر و تکیده بود. 3 چین عمیق بر پیشانیش به چشم می خورد. سایه ابروان اخمالود بر چهرش افتاده بود.
همسفرم با صورت غیر مترقبه‌ای تبسم کرد و پرسید: بیادر، فکر میکنم آن روز خیلی از من رنجیدید. مهم نیست، فراموش کردم. اگر کدام روز دیگر می بود فراموش میکردم، اما آن روز چه اتفاق افتاده بود؟ آن روز تصادم شده بود؟ چطور بگویم؟ تصادم که نه، اما آن روز اتفاق دیگری افتاده بود. دنبال واژه‌های مناسب میگشت. ناگهان به خنده افتاد. خود را وادار به خندیدن کرد. پسرم را گردش میبردم. آن روز او منتظرم بود. با تعجب پرسیدم: پسرتان؟ میفهمید مسئله چنین بود. راستش نمیدانم چطور برایتان بگویم. او باز هم سیگرتی روشن کرد تا بر هیجانش مسلط شود. ناگهان قاطعانه و جدی به چهره‌ام چشم دوخت و به سخن گفتن از ماجرای زندگیش آغاز کرد. چنین بود که شنیدن سرگذشت راننده برایم میسر شد. راه درازی پیش رو داشتیم. قطار 2 شب دیگر ما را به آش میرساند. او را به شتاب وانمه داشتم. با پرسش هایم صحبتش را قطع نمی کردم. چقدر خوب است که آدم خودش همه چیز را تعریف کند و در میان گاه سکوت کند، دوباره آن هیجان ها را تجربه کند، بیاندیشد و گاه در میان یک حرف سکوت کند. حالا بشنوید سرگذشت قهرمان های این داستان مرا. ناگهانی آغاز شد. تازه از ارتش برگشته بودم و در بخش موتوریزه خدمت میکردم. مکتب را پیش از خدمت سربازی تمام کرده بودم. از بچه‌های یتیم خانه بودم و کارم رانندگی بود. برای کار پیش دوستم علی بیک جانتورین رفتم که 1 سال پیش از من ترخیص شده بود و در پایگاه موتر ریواچی کار میکرد. همیشه آرزو داشتیم به تیانشان یا پامیر برویم. به آسانی مرا پذیرفتند. برایم در خوابگاه اتاقی دادند و موتر زل نوی را که چکش نخورده بود با من سپردند. باید بگویم موترم را چنان دوست داشتم که گویا آدمی زادی را. مواظب بودم خراب نشود. موتر خوبی بود. ماشینش خیلی نیرومند بود. راستش همیشه ناگزیر بودم به اندازه بارش کنم. راه را که خودتان میدانید. تیانشان یکی از مرتفع‌ترین و کوهستانی ترین جاده های موتررو دنیاست. با دره‌ها، صخره‌ها و کجگردشی های بیشمار. از کارم راضی بودم. از جاهای دیدنیش خوشم می آمد. پایگاه ما در کنار ساحل ایسیکول قرار داشت. وقت جهانگردان خارجی می آمدند و ساعتها مات و مبهوت غرق زیبایی های ایسیکول می شدند، احساس غرور می کردم. و با خود می گفتم: بیبی چه ایسیکولی داریم ما؟ مگر جایی به این زیبایی در تمام دنیا هست؟ تازه واردان را بیشتر به مزرعه های اشتراکی می فرستادند. مرا هم به یکی از مزرعه های اشتراکی فرستادند. همین که برای بارگیری می رفتم می گفتند به روستا برو. می دانستم این کار مهم است، ضروری است، اما به هر حال من راننده بودم و دلم برای موترم می سوخت. گویایی ما بودم که بجای موتر در راههای خامه در میان لای و لوش روستاها جنب و جال می خوردم. راههای ما را که بلدید. خدا به دشمنتان نشان ندهد. به این ترتیب یکی از روزها راهی مزرعه اشتراکی بودم. برای گاوداری آنجا کرکره می بردم. مزرعه در دامنه یک کوهی قرار داشت و راه از دشت می گذشت. راه بدی نبود، می شد گفت خشک بود. فاصله زیادی نمانده بود که ناگهان کنار شاهجویی ناگزیر به توقف شدم. راه شیار شده بود و باران بهاری آن را چنان پرلای و لوش کرده بود که شتر غرق می شد. این سو و آن سو چرخیدم. تلاش کردم راهی بیابم. نشد. زیر موتر خوابیده بودم که با گوشه چشم دامن فرسوده ای را دیدم که آلوده به پهن گاو بود.
به نظر می رسید پیرزنی است و منتظر است تا پس از پایان کار او را هم به روستا برسانم. به آنکه ببینمش گفتم: برو مادر، خدا به دادت برسد. برو مادر جان، کارم طولانی است. بیهوده انتظار میکشی. با پاسخم گفت: من مادر نیستم. در صدایش چیزی از حیا و استهزا بود. با تعجب پرسیدم: پس کیستی؟ دختر هستم. در حالی که به موزه های بزرگش نگاه میکردم با شوخی گفتم: زیباستی؟ موزه ها جا به جا شدند و به سوی گام برداشتند. فکر کردم میخواهند بروند. با سرعت از زیر موتر بیرون خزیدم. براستی دختر لاغرندامی با ابروهای در هم کشیده، با روسری سرخ و کرتی بزرگی، شاید از پدرش، بر روی شانه‌اش ایستاده بود. به آنکه چیزی بگوید به سویم میدید. فراموش کرده بودم روی زمین نشسته‌ام و سراپا آلوده به لای و لوش شدم. با زهرخندی گفتم: زیباستی، راستی زیباستی. در حالی که از زمین برمیخواستم به شوخی ادامه دادم: چیزی که کم داری کفش زنانه است. ناگهان به تندی دور خورد و بدون اینکه نگاهی به من بیاندازد به سرعت راه افتاد. چرا ناراحت شد؟ حالم بد شده بود. دست و پایم را گم کرده بودم و به سرعت دنبالش دویدم تا به او برسم. بعد برگشتم و فوری وسایل را جمع کردم و به کابین موتر خیز زدم. موتر را روشن کردم، گاه به پشت و گاه به پیش گاز می دادم تا از میان لای و گل بیرون شود. تنها چیزی که به آن می اندیشیدم رسیدن به او بود. ماشین غر می زد، موتر تکان می خورد، از یک سو به سوی دیگر پرت می شد، اما یک گام هم به پیش نمی رفت. او دور و دورتر می شد. در حالی که به تایرهای فرو رفته در گل نگاه میکردم، به آنکه بدانم چه کسی مخاطبم است فریاد زدم: رهایم کن، میشنوی؟ با تمام توان پایم را بر پدال گاز گذاشتم. موتر معجزه‌آسا غرزنان از میان لای و گل بیرون شد. چقدر خوش شدم. رویم را با دستمالی پاک کردم. دستی به موهایم کشیدم و راه افتادم. همین که به دختر رسیدم توقف کردم. خدا می‌داند چطور با آن اشراف معابی در حالی که تقریباً در صندلیم دراز کشیده بودم در را باز کردم و دستم را به نشانه دعوت برای گرفتن دستش دراز کردم. خواهش میکنم بفرمایید. بدون اینکه توقف کند براهش ادامه داد. دلت سیاه، جرأت چند لحظه پیشم دود شد و به هوا رفت. دوباره خود را به او رساندم. این بار عذرخواهی کردم و گفتم: لطفاً قهر نشوید، منظور بدی نداشتم، بفرمایید. پاسخی نداد. این بار از او پیشی گرفتم و موتر را در عرض جاده متوقف کردم. از کابین بیرون پریدم و به سمت راست موتر دویدم. در را باز کردم و به آنکه دستم را از در دور کنم ایستادم. نزدیک شد. با نگرانی به سویم میدید. چیزی نگفتم. منتظر بودم، نمیدانم از سر ترحم بود یا چیز دیگر که سری تکان داد و به آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد سوار موتر شد. حرکت کردیم. نمیدانستم چطوری شروع کنم. بار نخست نبود که با دختری آشنا می شدم و گپ می زدم. اما این بار دل و جرأت گذشته را نداشتم. چرا چنین بود؟ نمیدانستم. فرمان موتر را می چرخاندم و دزدانه او را می دیدم. موهای سبک و لطیف بر گردنش رویده بود. کرتیش از شانه‌اش پایین می لغزید و او با آرنج محکمش می گرفت. دورتر نشسته بود تا مزاحم رانندگیم نشود. نگاه‌هایش جدی بودند اما از سراپایش نمایان بود که مهربان است و نازنین. چهرهش باز بود، پیشانیش تلاش داشت ترش بنماید اما نمیشد. سرانجام با احتیاط به سویم نگاه کرد. چشمهای ما همدیگر را دریافتند. تبسم کردیم. آنگاه بود که تصمیم گرفتم گپ بزنم. چرا پیش موتر ایستادید؟ میخواستم کمکتان کنم.
کمک؟ اما براستی کمکم کردید. اگر نمی بودید تا شام آنجا میماندم. همیشه زمین را رفت و آمد میکنید؟ بله، در فارم کار میکنم. ناگهان یکی از تایرهای موتر در چخوری رفت و چنان تکانمان داد که شانه های ما به هم خوردند. من فریاد زدم و سرخ شدم. نمیدانستم چشمهایم را کجا پنهان کنم. او خندید. من هم تاب نیاوردم و خندیدم. راستش دلم نمیشد با مزرعه بیایم. از ورای خنده اعتراف کردم. اگه میدانستم در راه چنین کمک راننده‌ای منتظرم است، با مدیر بخش جنجال را نمیانداختم. و خود را ملامت کردم. هی الیاس، راستی همین نام من است. نام من اسهل است. بر روستا نزدیک می شدیم. راه هموارتر می شد. باد از پنجره می وزید. روسری اسهل را از سرش بر می داشت و موهایش را بر می آشفت. هر دو سکوت کرده بودیم. حس خوبی داشتیم. اگر در کنار آدم کسی نشسته باشد و گاه آرنج ها به هم بخورند، آدم همینطوری احساس آرامش و شادمانی می کند. آدمی که 1 ساعت پیش هیچ نمیشناختیش ولی حال دلت میخواهد فقط در مورد او بیاندیشی. نمیدانم اصل به چه میاندیشید که چشمهایش لبخند میزدند. کاش راه ما به پایان می بود که هرگز از هم جدا نمی شدیم. موتر به یکی از کوچه های روستا رسیده بود. ناگهان اصل باور خطایی خود را جابجا کرد. همینجا بایستید پیاده می شوم. موتر را ایستاندم. شما همینجا زندگی میکنید؟ نه. نمیدانم چرا ناگهان نگران شد و ناآرام. اما بهتر است همینجا پیاده شوم. نگذاشتم بیشتر به پیاده شدن اصرار کند. چرا؟ نزدیک خانه تان میرسانم. و به راه ادامه دادم. گفت همینجا تشکر. زیر لب گفتم بفرمایید. بعد نه با شوخی بلکه جدی پرسیدم اگر فردا هم همونجا بند بمانم کمکم میکنید؟ پیش از آن که پاسخ بدهد در باز شد و زن کهنسالی که پریشانی از چهرهش پیدا بود بیرون دوید و فریاد زد اصل کجا گم شدی؟ خدا تو را بزند. و بعد با پچ پچ در حالی که دستش را دور دهنش گرفته بود ادامه داد برا زود لباست را تبدیل کن. خواستگارا آمدن. اصل از خجالت سرخ شد. کرتی را از شانش برداشت و به دستش گرفت و مطیعانه به دنبال مادر راه افتاد. نزدیک خانه درنگی کرد. برگشت پشت سرش را ببیند. اما در به سرعت بسته شد. آنگاه بود که از پای زین شده چاقی را که معلوم بود از جای دوری آمده بودند پهلوی خانه دیدم. پشت فرمان قد بلندکی کردم تا از بالای دیوار داخل حویلی را ببینم. زنان پهلوی دیگدان نشسته بودند. سماور بزرگی دود میکرد. 2 نفر زیر چادر گوسفندی را پست میکندند. آها، خواستگاران را مطابق سنت قدیم پذیرایی میکردند. چاره ای نداشتم. باید میرفتم و بار را خالی میکردم. در پایان روز به پایگاه برگشتم. موترم را شستم و به گراج بردم. وقت زیادی را آنجا گذراندم. کارهای خرد و ریزی پیدا میکردم که ناگزیرم میساختند بیشتر بمانم. نمیفهمیدم چرا رویداد آن روز دل مشغولیم شده بود. در تمام راه خودم را نفرین میکردم. خب که چه میخوایی؟ تو دیگه چه دیوانه ای هستی؟ بالاخره او برای تو کی است؟ نامزدت؟ خواهرت؟ در راه با هم آشنا شدید، او را به خانه‌اش رساندی، با حال پریشان شده ای؟ معنا ندارد. انگار عاشق هم شده باشید. شاید او اصلا درباره تو فکر نکند تو کی هستی که برای او اهمیت داشته باشی؟ او نامزد قانونی دارد و تو برایش هیچ هستی. یک راننده عادی. مثل تو صدها راننده دیگر هم هستند. و باز تو چه حق داری روی او حساب باز کنی؟ او خواستگار دارد و به زودی عروسی میکند. تو در این میان کی هستی؟
برو رانندگیت را بکن و پشت گپا نگرد. اما بدبختیم این بود که هرچه خود را ملامت می کردم و قناعت می دادم نمی توانستم اصل را فراموش کنم. کار دیگه ای نمانده بود. بهتر بود می رفتم به خوابگاه. آنجا جای شاد و پرسر و صدایی بود. کتابخانه کوچکی هم داشت. اما من دلم می‌خواست تنها باشم. بر بانت موتور دراز کشیدم و دستهایم را زیر سر گذاشتم. یکی از راننده‌ها به نام جاناتای که در چاهک زیر موترش در آمده بود بیرون شد و غرغر کنان گفت: غرق کدام آرزو شدی جوان کاکا؟ با خشم پاسخ دادم: آرزوی پول. از او خوشم نمی آمد. درجه 1 خسیس بود و مکار و حسود. مانند دیگران در خوابگاه زندگی نمی کرد. در آپارتمانی با زن صاحب خانه زندگی می کرد. می گفتند با زن صاحب خانه وعده کرده با او عروسی می کند تا دست کم صاحب خانه ای شود. از او رو برگرداندم. در حویلی کنار محل شستشوی موتر بچه ها سر و صدا راه انداخته بودند. یکی بر بانت موتری بالا شده بود و از شلنگ بر راننده هایی که منتظر نوبت بودند آب می پاشید. سراسر پایگاه را خنده فرا گرفته بود. جریان آب آنقدر نیرومند بود که برخی ها را نقش زمین می کرد. دیگران می خواستند او را از بانت پایین بیاورند ولی او شلنگ آب را به طرف آنها می چرخاند و کلاهایشان را با آب از سرهایشان می ربود. ناگهان جریان آب را رو به بالا گرفت. آب در شعاع خورشید انحناء یافت. درست مانند کمان رستم. نگاهم به جایی رفت که آب فواره می‌زد. هماهنگ کننده بخش ما خدیجه را دیدم که آنجا ایستاده بود. او فرار نکرد. می توانست با حفظ وقار در برابر چنین شوخی‌هایی تاب بیاورد. از آنهایی بود که با آسانی نمیشد به دلش جای گرفت. من اگر به جای پسرک بودم خدیجه را سراپا شت و پت می کردم. مطمئن بودم صدایش هم بیرون نمیشد. می خندید و بس. متوجه بودم که رفتار خدیجه با من غیر از آن است که با دیگران. با من مهربانتر بود. کمی اشوه می کرد. دوست داشت دستی به سرش بکشم. خوشم می آمد که هنگام بحث با من سر و صدا راه می انداخت و بعد تسلیم می شد. حتی اگر حق با من نبود. گاه او را به سینما می بردم و بعد تا خانه‌اش همراهیش می کردم. به سادگی داخل دفترش می شدم در حالی که به دیگران اجازه این کار را نمی داد. اما در آن لحظه حوصله نداشتم با او بپردازم. آخرین سیخک مو را زد و با لحن آمرانه گفت: دیگر بس است، بازی کردید، تمام شد. پسرکی که بر بانت موتر بود داد زد: اطاعت می شود رفیق هماهنگ کننده. دیگران هم با خنده او را برداشتند و پایین کردند. خدیجه به جانب گراج به سوی ما راه افتاد. پهلوی موتر جاناتای ایستاد. چنان می نمود که دنبال کسی است. به خاطر دیوار پنجره‌ای که گراج را به غرفه‌های جداگانه تقسیم می‌کرد، متوجه من نشد. جاناتای از چاهک سر بیرون کرد و عاجزانه گفت: سلام زیبارو. آه جاناتای. با ولع تمام به پاهای خدیجه نگاه می‌کرد. خدیجه با نارضایتی رو برگرداند و با نوک موزش آهسته به زنخ جاناتای زد. چی می‌بینی؟ اگر کس دیگر جای جاناتای می بود ناراحت می شد، اما او از آن آدم ها نبود. چنان می درخشید که گویا او را با بوسه عاشقانه ای نواخته باشند. دوباره به چاهک فرو شد. خدیجه متوجه من شد. چیل داری الیاس؟
مثل اینکه میان پر قو باشم. صورتش را به جال چسباند. خیره نگاهم کرد و آهسته گفت با دفتر بیا. باشد. خدیجه رفت. برخاستم. تصمیم داشتم بروم. جانتای بار دیگر از چاهک برون شد. چشمکی زد و گفت عجب زنی است. با شیوه در خور خودش پاسخ دادم بله، اما به تو نمیرسد. گمان میکردم خشمگین میشود و میآید دعوا راه بیندازد. از دعوا خوشم نمیآید، اما دلم میخواست با او دعوا کنم. چیزی بر دلم سنگینی میکرد که نمیدانستم آن را چگونه از دل برون کنم. اما جانتای هیچ ناراحت نشد. هنوز برای قضاوت زود است. آش مردا دیر پخته می شود. کسی در دفتر نبود. یعنی چه؟ کجا رفته؟ برگشتم و سینه به سینه به خدیجه خوردم. در حالی که سرش را سوی در برگردانده بود، پشت به در ایستاده بود. چشمهایش از زیر مژه‌هایش می درخشیدند. نفس گرمش صورتم را داغ کرده بود. تاب نیاوردم. خود را به سویش کشاندم. اما همان دم عقب کشیدم. عجیب بود، اما به نظرم می رسید در آستانه خیانت به عسل قرار دارم. با نارضایتی پرسیدم خب چرا مرا خواستی؟ همچنان با سکوت نگاهم می کرد. در حالی که حوصله‌ام سر می رفت تکرار کردم خب بگو دیگر. با لحن ناراحت گفت امروز میل سلام علیک نداری یا کس دیگری یافتی؟ دست پاچه شدم. چرا کنایه می گوید؟ از کجا خبر شده؟ در آن هنگام دریچه غرفه باز شد و سر جانتای داخل آمد. تمسخر بر چهرش دیده می شد. کاغذی را به خدیجه پیش کرد و با لحن استهزاء‌آمیز گفت خواهش میکنم رفیق هماهنگ کننده. خدیجه با خشم او را دید. بعد رو به من کرد و با اندوه گفت چه کسی باید بارنامه را برایت بیاورد؟ منتظری تا دعوتنامه بفرستم؟ در حالی که با دستش کنارم میزد با سرعت پشت میزش رفت و در حالی که بارنامه را به من میداد گفت بگیر. بارنامه را گرفتم. مقصد سفر همان مزرعه اشتراکی در روستا بود. روز بعد راه را می پالیدم. کجا بود؟ آیا اندام لاغر سرو مانندش را امروز هم می بینم؟ سرو روسری سرخ من، سرو دشتی من. مهم نبود با موزه های رابری و کرتی پدرش باشد. مهم نبود. دیده بودمش که چه زیباست. در دلم جا گرفته بود. تمام جانم را گرمی می بخشید. همانطور که می رفتم چارسو را نگاه می کردم. اما او نبود. از دختری سراغش را گرفتم. گفت به کار نیامده است. با خود گفتم پس عمدی نیامده تا در راه به من برنخورد. این فکر ناراحتم کرد. با اندوهی در دل به پایگاه برگشتم. روز دوم دوباره همان راه را می پیمودم. دیگر آرزوی دیدنش را نداشتم. چرا باید مزاحمش می شدم؟ چرا باید سر راهش قرار می گرفتم؟ در صورتی که از او خواستگاری شده بود؟ اما با همه اینها باورم نمی شد رابطه ما به همین سادگی پایان یابد. در روستاها هنوز خواستگاری کردن و شوهر دادن دختران بدون رضایت آنها رواج داشت. بهار گل و گیاه را هر سو رویانده بود. دامنه کوه‌ها لاله‌گون بود. از کودکی لاله را دوست داشتم. دلم میشد دسته‌ای بچینم و برای عسل ببرم. اما کجا پیدایش کنم؟ ناگهان عسل را دیدم. با چشمایم شک کردم. در کنار جاده بر سنگی نشسته بود. همانجا که دفعه پیش محترم بند مانده بود. انگار منتظر کسی بود. به سویش رفتم. با وارختایی برخاست و دست پاچه شد. لباس زیبایی پوشیده بود.
کفشم داشت. عجیب بود، در این روستای دور افتاده کفشای پاشنه بلند پوشیده بود. فوری ایستادم. انگار قلبم راه گلویم را گرفته بود. سلام عسل. با آرامی پاسخ داد. سلام. میخواستم کمک کنم سوار موتر شود، اما او رو برگرداند و به آرامی در امتداد جاده به راه افتاد. یعنی نمیخواست سوار شود؟ موتر را حرکت دادم. در را باز کردم و به همان آهستگی که او میرفت در کنارش به راه افتادم. من در میان جاده و او در کنار آن. او پیاده و من پشت فرمان موتر. نمیدانستم از چه بگویم که پرسید شما دیروز به فارم آمده بودید؟ بله، چرا؟ همینطوری پرسیدم، لازم نیست دیگر اینجا بیایید. میخواستم شما را ببینم. پاسخی نداد. در ذهنم فقط مسئله خواستگاری میچرخید. زبانم نمیچرخید بپرسم. میترسیدم. از پاسخ او میترسیدم. نگاه به من انداخت. آیا راست است؟ سرش را جنباند. فرمان موتر در دستم تکان خورد. پرسیدم کی عروسی است؟ به همان آرامی گفت به زودی. نزدیک بود بیشتر گاز بدهم و بروم گم و گور شوم. در حالی که موتر را در دنده نترال آورده بودم گاز می دادم. ناله موتر بلند شده بود. عسل به گوشه ای رفت. حتی معذرتم نخواستم. حالم بدتر از آن بود که معذرت بخواهم. یعنی پس از این همدیگر را نمی بینیم؟ نمیدانم، بهتر است نبینیم. شما دلتان، من به هر حال شما را خواهم پالید. دوباره سکوت کردیم. شاید هر دو به یک چیز می اندیشیدیم. ولی میان ما دیواری بود که نمی گذاشت من به او نزدیک شوم و او در کنار من داخل موتر بنشیند. عسل، مرا نرانید. مزاحمتی نخواهم کرد. فقط شما را از دور می بینم. وعده است. نمیدانم، شاید. عسل جان بنشینید. نه، شما بروید. رستا نزدیک است. پس از آن در راه همدیگر را می دیدیم و هر بار گویا تصادفی. او از کنار جاده می رفت و من پشت فرمان موترم. آزاردهنده بود. اما چه می شد کرد؟ از نامزدش نمی پرسیدم. مناسب نبود. دلم هم نمی خواست، اما از گفته هایش فهمیدم که او را درست نمی شناسد. او خویشاوندی دور با مادرش داشت و در جنگل اشتراکی در کوه زندگی می کردند. پدر و مادر عسل گمان هم نمی کردند دخترشان خارج از آن حلقه خودی زن کس دیگری شود. در مورد من که حرف زدنم بیجا بود. من کی بودم؟ یک آدم سر راهی. راننده به قوم و خویش. جرأت سخن گفتن در این مورد نداشتم. عسل در آن روزها بسیار ساکت بود. همیشه غرق فکرهایش. من هم امید نداشتم. سرنوشت عسل روشن شده بود و دیدارهای ما سودی نداشتند. با این همه کودکانه تلاش میکردیم در این مورد چیز نگوییم و به دیدار هم بیاییم. نمیتوانستیم همدیگر را نبینیم. گمان میکردیم بدون هم زندگی نمیتوانیم. 5 روز این گونه گذشت. صبح ششم در پایگاه بودم و برای رفتن آماده می شدم. ناگهان مرا به دفتر هماهنگی خواستند. خدیجه با شادمانی استقبالم کرد. میتوانی خوشحال باشی، به مسیر تیانشان تبدیلت کردند. کرخت شدم. این روزهای آخر گمان می کردم تا دنیاست و همان روستا می روم و می آیم. سفر به چین چند روز را در بر می گیرد. خدا می داند بار دیگر کی عسل را خواهم دید. مگر می شود بدون بدرودی با او بروم؟ خدیجه پرسید. انگار خوشحال نشدی. با وارخطایی پرسیدم. اما روستا چه می شود؟ هنوز کارم آنجا تمام نشده. نمی دانستم سرانجام چه کنم.
جاناتای خود را به ما رساند. معلوم شد او را به جای من میفرستند. نگران شدم، اما امیدوار بودم جاناتای رد کند. چون در مسیر روستاها درآمد اضافی چندانه نبود. اما او برنامه را گرفت و گفت: هر جا که بفرستی میروم خدیجه جان، ولو به قعر جهنم. در روستا گوسفندم زیاد است، یکی بگیرم؟ و بعد مرا که دید ادامه داد: معذرت میخوایم، فکر میکنم مزاحم شدم. با سکوت بیرون شدم و به گراج رفتم. جاناتای با موترش از کنارم گذشت و چشمکی مهیلانه به من زد. نزدیک بود بال موترش مرا نقش زمین کند. مدت زیادی کند و کاو کردم. درنگ کردم، اما راه نیافتم. به ایستگاه بارگیری رفتم. صف طولانی نبود. دوستانم به سیگرت کشیدن دعوتم کردند، اما من از موتر هم پایین نشدم. چشمانم را بستم و تصور کردم که اصل چه بیهوده منتظر آمدنم کنار جاده می ایستد. 1 روز می ایستد، 2 روز می ایستد، 3 روز. در موردم چه فکر خواهد کرد؟ نوبت نزدیک می شد. بار کردن موتر را که پیش از من ایستاده بود آغاز کرده بودند. 1 دقیقه بعد نوبت من بود که زیر جرثقیل بایستم. با خود گفتم: مرا ببخش اصل جان، ببخش سر و روسری سرخ من. ناگهان فکری به ذهنم آمد. میتوانم با او خداحافظی کنم و برگردم. چند ساعت دیرتر راه میافتم. آسمان که به زمین نمیخورد. با رئیس پایگاه توضیح میدهم. امکان دارد درکم کند. اگر نکردم 1 اوقات تلخی میکند یا اخطاری میدهد. نه، نمیتوانم بدون خداحافظی. نمیتوانم. باید بروم. کلید را چرخاندم تا عقب بروم. اما پشت سرم موترهای دیگر ایستاده بودند. نوبتم رسیده بود. راننده جرثقیل صدا کرد: الیاس بایست. جرثقیل چنگالش را بالای موترم آورد. همه چیز پایان می‌یافت. با کالای صادراتی نمیشد جای دیگر بروم. چرا زودتر به این فکر نیفتاده بودم؟ مأموری با برنامه نزدیکم آمد. با دریچه عقبی نگاه کردم. کانتینر داشت بر پشت موترم قرار می گرفت. هر لحظه نزدیکتر می شد. در این هنگام فریاد زدم: احتیاط کنید! حرکت کردم. از زیر جرثقیل و کانتینری که در چنگالش آویزان بود در رفتم. موترم را خاموش نکرده بودم. از پشت سرم داد و فریاد، اشپلاق و دشنام بلند شد. موتر را از کنار انبارها و تخته‌های اعلانات راندم. طوری به فرمان موتر چسبیده بودم که بخشی از بدنم باشد. زمین به حرکت افتاده بود و مرا با موتر از این سو به آن سو می انداخت. این چیزها برای ما راننده ها تازگی نداشتند. زود خود را به جاناتای رساندم. او سر از دریچه بیرون کرد و با تعجب چشمهایش را مالید. مرا شناخت. میدید که کار فوری دارم. باید راهم میداد. اما این کار را نکرد. نمیگذاشت که از او جلو بزنم. با کنار جاده زدم و از بیراهه او را پشت سر گذاشتم. تسلیم نمیشد. راه را برایم بسته بود و نمیگذاشت از کنار جاده به راه اصلی بیایم. همینطور میراندیم. او در جاده اصلی و من در بیراهه در کنار جاده. هر دو با فرمان موتر چسبیده بودیم و به همدیگر چشم غره میرفتیم. درست مثل درندگان و همدیگر را دشنام میدادیم. جاناتای فریاد زد: کجا روان استی؟ چرا؟ مشت گره کردم را نشانش دادم. موترم خالی بود. به همین خاطر توانستم از او جلو بزنم و به راه اصلی برگردم. به روستا رفتم مگر اصل را نیافتم.
چنان که همه راه را پیاده طی کرده باشم، عرق از سر و رویم جاری بود و به نفس افتاده بودم. با زحمت می توانستم نفس بگیرم. در حویلی و در کوچهشان کسی نبود. تنها اسب زین شده‌ای کنار طویله ایستاده بود. چه باید کرد؟ تصمیم گرفتم منتظر بمانم. فکر کردم موتر را که ببیند به کوچه می آید. برای آنکه به نمایانم مصروف ترمیم موتر هستم زیر موتر رفتم. اما چشمم به دروازه حویلی آنها بود. دیر منتظر نماندم. در باز شد. مادرش همراه پیرمردی ریش سیاه با قیافه ترسناک و 2 چپن پنبه‌ای بر تن بیرون شد. پیرمرد قمچین خوبی به دست داشت. از قیافش پیدا بود خوب گرم شده و همین چند لحظه پیش چای داغ نوشیده است. نزدیک اسب رسیدند. مادر عسل با احترام زیاد مهار اسب را به دست گرفت و به پیرمرد کمک کرد سوار شود. از شما راضی هستیم خش. چیزی از دختر خود دریغ نمی کنیم. شکر خدا دست خالی نیستیم. پیرمرد در حالی که برزین جا به جا می شد گفت: خب سلامت باشی، توافق همین است، روز جمعه. با خود گفتم: راستی مگر همین پس فردا می برند؟ مادر عسل ایستاد تا پیرمرد از نظر دور شود. بعد به سوی من برگشت و با نگاهی که هیچ نشانه ای از محبت نداشت سراپایم را برانداز کرد. چرا اینجا دراز افتاده ای پسر؟ اینجا کاروانسرا نیست. برو راحت را بگیر. برو از اینجا. گپم را میشنوی؟ با تو میگویم. خب پس متوجه من شده. غمغم کنان در حالی که تا کمر زیر ماشین رفته بودم گفتم: موترم خراب شده. در این حال با خود گفتم: نه، جایی نمی روم تا او را نبینم. مادر دوباره چیزی گفت و رفت. بیرون شدم. بر پایدان موتر نشستم و سیگرتی روشن کردم. نفهمیدم از کدام سو دخترکی به سویم دوید. خواهرش نیست؟ خزک کنان گفت: عسل رفته. گرفتمش. کجا رفته کجا؟ دستش را از دستم کشید و گفت: از کجا بدانم؟ و برای خداحافظی زبانش را کشیده نشانم داد. برخاستم و داخل موتر شدم. دروازه را بستم، پشت فرمان قرار گرفتم. کجا بروم؟ کجا جستجویش کنم؟ به آن هم دیر کردم. باید برگردم پایگاه. جاده اصلی را گذشته از دشت می رفتم. کنار شاهجویی توقف کردم. عقلم کار نمی کرد. نمی دانستم چه کنم. از موتر بیرون شدم و روی زمین دراز کشیدم. استفراغم می آمد. نوبتم را از دست داده بودم و عسل را هم نیافته بودم. به نظرم رسید چشم و گوشم از کار افتادند. نمیدانم چه مدتی دراز کشیده بودم که ناگهان سر بلند کردم و در آن سوی موتر پاهای دخترانه ای را در کفش دیدم. خودش است. فوری شناختمش. چنان خوشحال شدم که نزدیک بود قلبم از حرکت بیفتد. با زانو بلند شدم. اما نمیتوانستم برخیزم. این اتفاق درست همانجایی افتاد که نخستین بار همدیگر را دیده بودیم. با کفشا گفتم: برو مادر جان. عسل ادامه بازی را گرفت. من مادر نیستم. پس کی؟ دخترم. دختری؟ زیبا مستی؟ خودت ببین. و همزمان خندیدیم. بلند شدم و به سویش دویدم. او هم به سویم دوید. در برابر هم ایستادیم. گفتم: تو زیباترین دختر روی زمینی. مثل سرو نوباوه‌ای در رهگذار باد، نرم و لطیف، در پیراهنی با آستین‌های کوتاه و 2 کتاب زیر بغل ایستاده بود. از کجا دانستی اینجا هستم؟ از کتابخانه می آمدم. در راه نقش تایرای موترت را دیدم. این سخنش برایم بیشتر از دوستت دارم عزیز بود.
وقتی نقش تایرهای موترم را جستجو کرده، یعنی در مورد من فکر می کرده و من برای او عزیز هستم. ادامه داد: به همین خاطر این سو دویدم. نمیدانم چرا فکر کردم همینجا منتظرم هستی. دستش را گرفتم. برویم گردش؟ با کمال میل موافقت کرد. او را نمی شناختم. خود را هم نمی شناختم. تمام نگرانی و غصه انگار آب شده و رفته بودند. تنها ما بودیم و خوشبختی ما. آسمان بود و جاده. در را باز کردم، او را سوار کردم و پشت فرمان نشستم. راه افتادیم. به هیچ فکری یا طرحی. معلوم نبود کجا می رویم و چرا می رویم. این برای ما اهمیت نداشت. کافی بود در کنار هم باشیم. نگاه های ما به یکدیگر گره بخورند، دست یکدیگر را لمس کنیم. اصل کلاه سربازیم را مرتب کرد. 2 سال بود که آن را می پوشیدم. و در حالی که خود را به شانه‌ام می چسباند گفت: اینطوری زیباتر است. مثل پرنده‌ای در دشت می تاختیم. تمام دنیا به حرکت افتاده بود و به استقبال ما می آمد. کوه‌ها، دشت‌ها و درخت‌ها. ما پیش می رفتیم و باد بر روی ما می خورد. خورشید در آسمان می درخشید، هوا عطر لاله و شقایق را می آورد و ما با تمام سینه نفس می کشیدیم و می خندیدیم. 2 اسب سوار با وارختایی از راه ما کنار رفتند و بعد با فریاد وحشیانه اسب‌هایشان را به دنبال ما غمچین کردند. اسب‌ها را که نزدیک بود از فرط خستگی به زمین بیفتند با غمچین می زدند. ها، بدو دیگر. نمیدانستم چه کسانی بودند. شاید اصل می شناخت. آنها به زودی در میان پاغونده‌های بزرگ گرد و خاک گم شدند. گادی راه را برای ما باز کرد. پسر و دختری نیمخیز شدند و با ما دوستانه دست تکان دادند. دشت تمام شد و جاده اصلی رسید. آسفالت زیر تایرهایم وژوژ می کرد. در همان نزدیکی باید آبگیری می بود. از جاده منحرف شدم و در روی دشت بایر از روی بوته‌ها و علف‌ها به سوی ساحل آبگیر راندم و در یک بلندی نزدیک آب ایستادم. امواج آب سفید مثل آدم‌هایی که دست به دست هم داده باشند از ساحل دور می شدند. آفتاب در پس کوه پنهان می شد و آبهای دوردست گلابی به نظر می رسیدند. در سمت دیگر در دوردست گردنبند بنفشی از سلسله کوههای پربرف به نظر می رسید که ابرهای تاریک خاکستری بر فراز قله‌هایشان جمع می شدند. اصل جان ببین، قوها را ببین. قوها تنها در بهار و پاییز به اسیکول می آیند و به سوی شمال پرواز می کنند. می گویند این نشانه خوشبختی است. کاروان قوهای سفید بر فراز آبگیر شامگاهی پرواز می کردند. پرنده ها بالزنان گاه بالا می رفتند و گاه پایین می آمدند. روی آب لحظه ای می نشستند، با سر و صدا بال و پر می زدند و حلقه های کف را به اطراف می پراکندند و دوباره پرواز می کردند. و پرواز کنان با هم زنجیری در آسمان درست می کردند و هماهنگ بال می زدند و به سوی بوته های دیرسال برای خوابیدن می رفتند. داخل موتر نشسته بودیم و خاموشانه نگاه می کردیم. بعد مثل اینکه همه تصمیم‌های خود را گرفته باشیم گفتم: می‌بینی آنجا کنار ساحل بامی معلوم می‌شود. همان پایگاه ماست. و این در حالی که کابین موتر را نشان می‌دادم خانه ماست. و خندیدم. جای دیگری نداشتم ببرمش. با چشمهایم نگاه کرد. خود را به سینه‌ام چسباند. در آغوشم گرفت. گریست و خندید. عزیز دلم، دوست داشتنیم. خانه نیاز ندارم. فقط همین که پدر و مادرم هرچند نه حالا بدتر درکم کنند کافی است. میدانم برای همیشه از من میرنجند. اما آیا من تقصیر دارم؟
هوا داشت به سرعت تاریک می شد. ابرها آسمان را فرا گرفتند و تا سطح آب پایین آمدند. رنگ آبگیر مثل مرده سیاه شد. انگار در کوه‌ها کسی کلید آفتاب را به دست داشت و آن را خاموش و روشن می کرد. همه چیز منتظر رعد و برق بود. پس بیهوده نبود که قوها برگشته بودند. پیش بینی کرده بودند هوای بد برایشان در کوهها موجب بدبختی خواهد شد. رعد غرید. باران آغاز شد. چه بارانی! پر سر و صدا و طغیانگر. آبگیر آرامشش را از دست داد. گویا می جوشید، موجها بر می خواستند و به ساحل می خوردند. این نخستین رعد و برق بهاری بود و نخستین شب ما. آب سیلاسا بر شیشه های موتر جاری بود. برق سفید بر گستره سیاه آبگیر می افتاد و ما خود را به یکدیگر می فشردیم و نجوا کنان گپ می زدیم. حس کردم عسل می لرزد. نفهمیدم سرما خورده بود یا ترسیده بود. کرتیم را بر شانه هایش انداختم و محکم تر در آغوش گرفتمش. احساس نیرومند و بزرگی کردم. هرگز گمان نمی کردم این همه لطف در من وجود داشته باشد. نمی دانستم مواظبت کردن از کسی چنین لذت بخش است. آهسته به گوشش گفتم هرگز ناراحتت نخواهم کرد. هرگز نخواهم گذاشت ناراحتت کنند. سرو روسری سرخ من. رعد و برق به همان سرعتی که آغاز شده بود تمام شد. اما قطرات باران هنوز بر آبگیر که آرامشش را از دست داده بود میبارید. رادیوی کوچک سفریم را که یگانه داشته گرانبهای آن دوران زندگیم بود بیرون کردم و موجی را یافتم. خوب به خاطر دارم که از تئاتر شهری بالت چولپان پخش می شد. از پشت کوه‌ها و صخره‌ها موسیقی لطیف و نیرومند مانند همان عشقی که در بالت از آن تعریف می‌شد می‌رسید. سالن به جوش و خروش آمده بود. همه کف می‌زدند. تماشاچیان نام‌های هنرمندان را بلند فریاد می‌کشیدند و دسته‌های گل پیش پای رقاصه‌های بالت می‌انداختند. اما فکر میکنم هیچ یک از آنانی که در آن لحظه در تئاتر نشسته بودند آن هیجان و شور و شوقی را که ما در کابین موتر در کنار ساحل اسیکول خشمگین داشتیم نداشتند. بالت قصه عشق ما بود. ما سرنوشت دخترکی به نام چولپان را درک میکردیم که رفته بود خوشبختیش را جستجو کند. چولپان من ستاره صبحگاهیم با من بود. نیمه شب روی شانه‌ام خوابش برده بود و من مدت درازی به خود بودم. به آرامی صورتش را نوازش می کردم و به صدای نفسهای اسیکول گوش می دادم. صبح به پایگاه رسیدیم. دلیل خوبی برای ملامت کردنم داشتند. اما وقت فهمیدند چرا آن کار را کردم بخشیدند و با به یاد آوردن گریزم از بارگیری مدت زیاد خندیدند. تمام راننده های پایگاه ایستادمان می‌کردند. تبریک می‌گفتند و برای من آرزوی خوشبختی می‌کردند. من و عسل احساس خوشبختی می‌کردیم. در راه به علی بیگ جانتورین نزدیکترین دوستم برخوردیم. او 1-2 سال از من بزرگتر بود. مرد چارشانه با کله بزرگ و باهوش و جدی. رانندگیش حرف نداشت. در پایگاه احترامش می‌کردند و به عضویت اتحادیه صنفی انتخابش کرده بودند. دستم را کشید و مرا محکم در آغوش گرفت و بوسید. از ته دل خندیدیم و به سوی موترهای خود راه افتادیم که علی بیگ صدایم زد. کجا بود و باش میکنید؟ شانه‌هایم را بالا انداختم و به موترم اشاره کردم. همین خانه ماست. موتر باربری؟ کودکانتان را هم همینجا کلان میکنید؟
نه بیادر، اینطوری نمی شود. بروید با آپارتمان ما. آنجا زندگی کنید. با رئیس گپ میزنم. ما به خانه خود می رویم. خانه‌ات که هنوز کامل نشده. علی بیگ در ریباچی خانه می ساخت. خانه‌اش در نزدیکی پایگاه بود. در اوقات فراغت من هم می رفتم و در ساخت خانه کمک می کردم. مهم نیست. چیز زیاده نمانده. یکی از خوبی‌های خانه ما این بود که در میانه راه قرار داشت. بیشترین رفت آمد من میان ریباچیا و شینجیان بود. می توانستم در خانه خود استراحت کنم یا شب را بگذرانم. قریب هر روز عسل را می دیدم. گاهی که اتفاق می افتاد تأخیر داشته باشم، ساعتها پس از نیم شب خود را به خانه می رساندم. عسل همیشه با نگرانی منتظرم بود. تا بر نمی گشتم نمی خوابید. کم کم وسایل ضروری خانه را می خریدیم. خلاصه اینکه زندگی آهسته آهسته سر و سامان می گرفت. تصمیم گرفتیم عسلم کار کند. خودش اصرار داشت. او در روستا بزرگ شده بود و دختر کار بود. اما در همین هنگام شادی غیر منتظره‌ای سراغ ما آمد. عسل به زودی مادر می شد. روزی که عسل کودکش را به دنیا آورد، من داشتم از چین برمیگشتم. شتاب داشتم و نگران بودم. عسل در زایشگاه نارین بستری بود. وقتی رسیدم فهمیدم که خدا به من پسری داده است. نگذاشتند عسل را ببینم. پشت فرمان موتر نشستم و به سوی کوه‌ها راندم. زمستان بود. چارسو فقط صخره‌ها بودند و برف. دنیا در هیئت دو رنگ سیاه و سپید چشمک می‌زد. خود را به بالای کتل دالان رساندم و از موتر پیاده شدم. ارتفاع زیادی داشت. آنجا ابرها زیر پایت می‌خزیدند و کوه‌ها چون کوتوله‌هایی در پایین معلوم می‌شدند. ریه‌هایم را از هوا پر کردم و فریاد زدم: آهای کوه‌ها، من پدر شدم. انگار کوه‌ها لرزیدند و سخنانم را تکرار کردند. بازتاب صدایم تا مدت زیادی از یک دره به دره دیگر می رفت. پسرمان را صمد نامیدیم. تمام گپ و سخن ما دور صمد می چرخید. صمد جان پدر. صمد لبخند زد. صمد دندان کشید. صمد می تواند بایستد. زندگی ما صمیمانه بود. همدیگر را دوست داشتیم. اما ناگهان فاجعه آمد. فهمیدن اینکه بدبختی از کجا آمد دشوار بود. همه چیز در هم و بر هم جر و بنجر شد. راستش حالا دیگر خیلی از گپ‌ها را فهمیدم. اما چه سود؟ با او اتفاقی در راه برخوردم. همانجا از هم جدا شدیم. گمان نمی کردیم آن آخرین دیدار ما نباشد. اواخر پاییز بود. من برا هم روان بودم. هوا خیلی بد بود. قطره‌های نمناک ریز ریز از آسمان می‌بارید که معلوم نبود برف است یا باران. غبار سفت صخره‌ها را پوشانده بود. بیشتر با چراغ‌های روشن می‌رفتم. شیشه‌ها عرق می‌کردند. در اعماق کوه‌ها بودم. با کتل دالان نزدیک می‌شدم. آخ دالان چه روزهای سیاه و سپیدی که آنجا داشتم. دشوارترین و خطرناکترین قسمت راه همان کتل بود. راه مثل داس منحنی است، اما نه یک داس که زنجیره از داس‌های پرپیچ و خم که پشت هم بالا می روند. گاه به آسمان می رسی و ابرها را زیر تایر می کنی، گاه در صندلی می چسبی و نمی توانی تکان بخوری. گاه به تندی سقوط می کنی و گاه هم تمام توانت را در دستانت جمع می کنی تا از فرمان جدا شوی. هوای آنجا هم مثل شتر دیوانه است. زمستان باشد یا تابستان فرقی نمی کند. در یک چشم به هم زدن می بینی که باران، برف یا ژاله می بارد. گاه چنان برف سنگینی می بارد که چند متریت را دیده نمی توانی. دالان یک چنین جایی است. اما ما که رفت آمدمان به تیانشان است به دالان عادت کرده ایم. در یکی از دره‌های نزدیک دالان به یک موتر باربری رسیدم. دقیق یادم است. گاز 51 بود.
راستش من به موتر باربری نرسیدم. موتر باربری همانجا ایستاده بود. 2 نفر در پهلوی موتر مشغول بودند. یکی از آنها با دودلی به میان جاده آمد و دست بلند کرد. ایستادم. مردی بالا پوش تر بر تن و کلاه سربازی در دست نزدیک آمد. کمتر از 40 سال می نمود. برودهای پرپشتی داشت و سرش مثل سربازان کل بود. صورتش اخم کرده اما چشمهایش آرام بودند. جوان تا ایستگاه دالان برسان، باید تراکتور بیاورم. ماشین از کار افتاده. شاید خود ما بتوانیم کاری کنیم. در حالی که از موتر پیاده می شدم این پیشنهاد را کردم. راننده بانت موتر را بست و با اندوه گفت چه کار می توانیم بکنیم؟ ماشین سنگ شده و از کار افتاده. سراپا سرما خورده بود و کبود شده بود. با بی دست و پایی به هر سو نگاه می کرد. معلوم می شد بیگانه است. شاید از پایتخت آمده بود. فکر می کردم چه کاری بکنم که ناگهان فکری شیطانی به مغزم آمد. اما پیش از آن که با آنها در میان بگذارم به دره نگاهی کردم. آسمان تیره و تار بود. ابرهای سیاه پایین آمده بودند. الله توکلی تصمیم گرفتم. طرحم چندان خوب نبود، اما در آن لحظه برایم حکم داوطلب شدن به حمله خطرناک در جنگ را داشت. از راننده پرسیدم بریک هایتان خوب کار میکنند؟ تو چه فکر میکنی؟ به بریک را افتادم؟ گفتم که ماشین جام مانده. بریک هایم کار میکنند. زنجیر دارید؟ که باشد چی؟ بیار، زنجیر را بیار. میکشیم. هر دو به من خیره شدند و از جا تکان نخوردند. راننده به آرامی پرسید دیوانه شدی؟ با سماجت گفتم گوش بده دوست من. بیا ببند. قول میدهم که میرسانم. دست تکان داد و گفت بس کن. نمیدانی که اینجا کشیدن اجازه نیست؟ اصلاً فکرش را از سرت دور کن. چنان ناراحت شدم که گویا تقاضای مهمم را رد کرده باشد. اوف که تو هم چه خر ترسویی هستی. دومی را که بعد فهمیدم کارگر راه است صدا کردم. نگاهی به من انداخت و به راننده گفت زنجیر را بیار. راننده هشدار داد جوابش را باید خودتان بدهید. لالا بای تیمور. کوتاه پاسخ داد همه ما جواب می دهیم. عزیزان فرهنگ دوست، با لایک، کامنت و شیر کانال ما را حمایت کنید.